خلاصه کتاب اثر مرکب راز موفقیت که زندگی شما را متحول می‌کند. آیا تا به حال از خودتان پرسیدید چرا بعضی افراد هر سال موفق‌تر می‌شوند در حالی که بعضی دیگر با وجود تلاش زیاد پیشرفت چندانی نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال را دارون هاردی در کتاب اثر مرکب به شکل ساده اما قدرتمند توضیح می‌دهد. او معتقد است که موفقیت نتیجه یک تصمیم بزرگ یا یک اتفاق شانسی نیست، بلکه حاصل صدها و هزاران تصمیم کوچکی است که هر روز می‌گیریم. فرض کنید هر روز فقط 10 صفحه کتاب بخوانید. شاید امروز این کار اهمیت زیادی نداشته باشد، اما بعد از یک سال بیش از 3600 صفحه کتاب مطالعه کرده اید. یعنی 10 کتاب. همین اصل درباره ورزش، یادگیری زبان، پس‌انداز پول و حتی روابط انسانی نیز صدق می‌کند. نخستین درس کتاب این است که انتخاب‌های کوچک آینده ما را می‌سازند. بسیاری از مردم تصور می‌کنند تصمیم‌های کوچک تأثیری ندارد، اما حقیقت این است که همین تصمیم‌های کوچک وقتی هر روز تکرار شوند سرنوشت ما را تغییر می‌دهند. درس دوم درباره عادت‌ها است. عادت‌ها مانند خلبان خودکار زندگی ما هستند. اگر عادت‌های خوب داشته باشید، بدون اینکه متوجه شوید هر روز به سمت موفقیت حرکت می‌کنید. اما اگر عادت‌های بد داشته باشید، همان عادت‌ها به آرامی شما را از اهدافتان دور می‌کنند. دارون هاردی پیشنهاد می‌کند که ابتدا عادت‌های روزانه خود را یادداشت کنید. وقتی همه چیز را روی کاغذ ببینید، متوجه می‌شوید زمان، پول و انرژی خود را دقیقاً چگونه مصرف می‌کنید. درس سوم این است که مسئولیت کامل زندگی خود را بپذیرید. بسیاری از افراد شکست‌های خود را گردن شرایط، خانواده، دولت یا دیگران می‌اندازند. اما افرادی موفق می‌دانند که تنها چیزی که واقعاً می‌تواند کنترل کند تصمیم‌ها و رفتارهای خودشان هستند. درس چهارم اهمیت ثبات است. بیشتر افرادی با انگیزه شروع می‌کنند، اما بعد از چند روز یا چند هفته دست می‌کشند. تفاوت افراد موفق این است که حتی زمانی که انگیزه ندارند، باز هم به کار خود ادامه می‌دهند. آنها می‌دانند که موفقیت نتیجه استمرار است، نه احساسات لحظه‌ای. درس پنجم درباره صبر است. اثر مرکب زمان می‌خواهد، درست مانند کاشتن یک درخت. شما امروز بذر را می‌کارید، اما نمی‌توانید فردا انتظار میوه داشته باشید. اگر هر روز از آن مراقبت کنید، پس از مدتی درختی بزرگ و پربار خواهد داشت. این موضوع در زندگی نیز همین گونه است. شاید در هفته اول نتیجه نبینید، اما اگر ادامه دهید تغییراتی به تدریج ظاهر می‌شود و پس از مدتی نتایج شگفت‌انگیزی به دست می‌آورید. حالا بیایید چند مثال واقعی را بررسی کنیم. اگر هر روز فقط 30 دقیقه ورزش کنید، بعد از یک سال بدن سالم‌تر، انرژی بیشتر و اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت. اگر هر روز یک کلمه جدید زبان انگلیسی یاد بگیرید، بعد از یک سال بیش از 365 کلمه جدید خواهید دانست. اگر هر روز مقدار کمی پول پس‌انداز کنید، بعد از چند سال سرمایه قابل توجهی خواهد داشت. همه اینها نمونه اثر مرکب هستند. دارون هاردی چنین هشدار می‌دهد که اثر مرکب فقط برای عادت‌های خوب نیست. عادت‌های بد نیز به همان شکل عمل می‌کند. خوردن کمی غذای ناسالم، اتلاف زمان در شبکه‌های اجتماعی یا با تعویق انداختن کارها شاید امروز مشکلی ایجاد نکند، اما اگر هر روز تکرار شود در آینده نتایج ناخوشایند خواهد داشت. در پایان مهمترین پیام این کتاب بسیار ساده است. برای تغییر زندگی لازم نیست کارهای بزرگی انجام دهید. فقط کافی است از امروز یک عادت کوچک و مثبت را انتخاب کنید و هر روز بدون وقفه آن را ادامه دهید. موفقیت یک شبه به دست نمی آید، بلکه نتیجه صدها قدم‌های کوچک است که با صبر و پشت کار برداشته می شود. اگر این خلاصه برایت مفید بود، ویدیو را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و در بخش نظرات بنویسید که دوست دارید خلاصه کتاب را در ویدیوی بعدی ببینید. ممنون از این که تا پایان همراه ما بودید. موفق و پیروز باشید.